سلام دوستان، امیر حسین صالحی هستم و بدون برق و بدون نت چیکار کنیم؟ میایم یک داستان می نویسیم، حالا کوتاه یا بلند یا حالا در هر مضمون و هر ژانری که باشه. خب اول فکر کنیم که از چی شروع کنیم، چی بنویسیم یا هر داستانی شبیه این. خب میتونه یه شهر بزرگی باشه، یه دنیایی باشه، یه جایی باشه که برق میره، ولی این برقه رو بهش جون میدیم یه موجودیه که ناراحت میشه و میره، انگار حالا مثل کسپرتور یه شخصیتی میسازیم که وقتی که این میره حالا انرژی اونجا تموم میشه. خب شروع کنیم ببینیم با چه سبک و سیاق و زبانی بریم جلو. اوکیه. خب چرا بهم کار نمیده؟ اوکی، این انگلیسیشه، انگلیسی بریم یا فارسی بریم؟ اوکی. خب فارسی میریم جلو، اما شروع کردنش سخت‌ترین پارت ماجراست، چون شروع کردن اون آجر اوله تا در دوریا تا ثریا نرود دیوار که تا دوریا قشنگ‌تره. آقا اسم بچه هاتون رو بذارید دوریا. خب اوکی. مردمان شهر در بحبوحه پر کردن کپسول ها بودن، هر یک با عجله ای منظم به سوی می‌دوید. خب ببینید ما اینو که الان شروع کردیم اینجوری یه حس ارجنسی به شما میده، یه حس استراب و اضطراری بودن بهتون میده. بحبوحه رو اشتباه زدم؟ آره فکر کنم یه هی کم گذاشت، نمیدونم، هرچی که هست خدا بده برکت. خب به به، نه به ها نداریم ما بحبوحه. حالا بعد از اینکه این کارو کردید شما میتونید برید تو جزئیات. بچه جزئیات از اول شروع نکنید. آسمان زیبایی بود و فلان بیسار و اینا رو از اول شروع نکنید. حالا از اول هم اگه شروع میکنید یه اون آسمونه باید بریزه تو خط دوم. خب مردمش در بحبوحه پرکردن کپسول‌ها بودن، هر یک با عجله منظم به سوی. خب ببینید این منظم و عجله رو در کنار هم آوردن باعث میشه که شما یه حسی بهتون دست پیدا کنه که اگر این نظم داره، این عجله، یعنی این کار تکرار شده. یعنی این حالا چیزی بود که براش اینو من آوردم. مردم شهر با اون به سوی میدوید. حالا شروع میکنیم به اون توضیح مسائل و دیتیل ها. خب کپسول هایی سالیان دیده بودند و دیگر آن رنگ گلبهی خاص کارخانه، حالا مثلا یه اسمی بهش میدیم، مثلا ملووست که مردمانی خب کپسولایی که هر یک، ببینید من خب بعضی وقتا انقدر میرم دیگه جمله مثلا همه نمیسم، فکر کنم همینجوری اگر خیلی حافظش تو جمله بندی خوب نباشه. مثلا ببین شما جمله بندیتونه که دیگه مثلا من الان میام کپسول رو راجبش تعریف بکنم دیگه، از یه جایی به بعد یادم میره که
اون جمله اصلی چی بوده که بخوام ببندمش. برای همین به جای اینکه بیام خودم رو اذیت بکنم، اون چیزایی که تو ذهنمه میریزم، بعد میام حالا او از و یک چیزی حذف میکنم، یه چیزی اضافه میکنم که معنی بده، اما حذف نمیکنم از توی ذهن خودم اون ساختار رو. بیام دوباره از اول بعد یادم بره که مثلا اون ساختاری که داشتم ادامه میدادم چی بوده. خب میام الان دوباره از اول میخونم. میگه هر یک سال می‌دوید کپسول هایی که هر یک سالیان دیده بودند و دیگر آن رنگ گلبهی خاص کارخانه ملوز که کودکی اکثر مردمان این شهر را ساخته بود به رنگی مانند خاطرات پوسته قهوه‌ای نمای گذشته گذشته تبدیل شده بود. شاید با خود بگویی چرا خاطرات کودکی مردمانی از خط، ببینید خط گلبهی کپسول ها می‌گذرد. اما اگر در دنیایی که انرژی حرف اول را میزند، خدایان با شما شوخیشان بگیرد و برای سالیانی که دیگر از شمارش گذر کرده، انرژی بقای شهرتان گاه و بیگاه برود، گاه برای لحظه‌ای و گاه سالی. خب دوباره میریم از اول. اینجا دیگه از اول میخوایم بخونیم که ببینیم اوکی قطع شد. میخوایم ببینیم که قشنگ شد نشد چی شد. مردمان شهر در بحبوحه پرکردن کپسول ها بودند، هر یک با عجله منظم به سوی میدوید. کپسول هایی که هر یک سالیان دیده بودند و دیگر آن رنگ گلبهی خاص کارخانه ملوز که کودکی اکثر مردمان این شهر را ساخته بود به رنگی مانند خاطرات پوسته قهوه‌ای نمای گذشته تبدیل شده بود. شاید با خود بگویید چرا خاطرات کودکی مردمانی از خط این خوشم میاد تئا رو همه رو زل زدم. خاطرات کودکی مردمانی از خط گلبهی کپسول ها می‌گذرد. اما اگر در دنیایی که انرژی حرف اول را میزند، خدایان با شما شوخیشان بگیرد و برای سالیانی که دیگر از شمارش گذر کرده انرژی بقای شهرتان گاه و بیگاه برود، گاه برای لحظه‌ای و گاه سالی. در این گونه دنیایی و در این گونه مردمانی ساختن راهی برای بقا وارد ذات و هسته هستیشان می شود.
خب اینقدر قطع میشه، میخوام که نصف و نهار مبدأش را پیدا کرده و خب اوکی. بلی پدران، نه پدر، نه پدرم، پدرش و پدرانشان، نه خیلی میشه. میایم میگیم بلی پدرم و پدران قبل از او. ببین پدرم و پدران قبل از او همگی در کارخانه ملوست پایین جاده 114 ریش سفید کرده و با امراض معروف گلبهی از پای در آمدند. آری ما حتی این امراض را مقدس شمرده و برای مردگانی که در راه رسیدن ما که حق بشر در این دنیاست از دست و از میان رفتند، شور دیگری خب هم جمله بندی مسخ کردم، همون کلماتی که وجود داره با این معنی برام اینجا حداقل با این جمله بندیم خوب نیست. خب میریم از عقب میایم. بلی پدرم و پدران قبل از اون همگی در کارخانه ملوس پایین جاده 114 ریش سفید کرده و با امراض معروف گلبهی از پای در آمدند. آری ما حتی این امراض را مقدس شمرده و برای مردگانی که در راه رسیدن ما به انرژی که حق بشر در این دنیاست از دست و از میان رفتن، جور دیگری پای میکوبیم. اینو دوست دارم، جور دیگری پای میکوبیم. یعنی در جمله ما خفته نگه میداریم ناراحتی رو و بیان نمی کنیم و با پای میکوبیم مراسم و این بزرگداشتش نشون میدیم و نشون میدیم که اینا چجوری ارج میذارن. یعنی یه چیزی بین ناراحتی و جشن اون حالا تقدسیه که اونا رو به این انرژی میرسونه. جور دیگری پای میکوبیم، جشن مقدس اشکریزان. خب جشن مقدس اشکریزان این هم پای میکوبیم داره، هم جشن داره، هم اون تقدس داره، هم اشکریزان داره که بهش اون حالا ناراحتی رو هم اضافه میکنه، هم با ناراحتی انگار جمع بندی میکنه اینجا که جالب شد. خب اما دیگر
اثری از کارخانه ملوگست نمانده و جز متروکه‌ای برای بازی کودکانه نیست. خب یه چیزی من بهتون بگم اینجا، ما چرا از این سبک استفاده میکنیم؟ ببین الان تا اینجا از داستان ما داریم داستان رو متوجه میشیم، اما از دیتیل چیزی زیاد نمیدونیم. برای تخیل میتونیم از تخیل خودمون استفاده کنیم و نسبت به داستان ما تخیل ورزی کنیم. ما چرا میریم دنبال این مثلا دیتیل میگردیم که چرا طرف مثلا نیومد هر یک اتفاق رو 2 صفحه تعریف بکنه؟ خب دوست عزیز برو فیلم ببین، قربونت برم. من اگر بیام الان یک گل رو تا ریزترین اون برگش رو برای شما تعریف بکنم، درسته که این یک هنره، اما من داستانی برای شما تعریف نکردم. اینجا من میام یک داستان خیلی بزرگی که مثلا شاید یک تاریخی رو ما بخوایم بگیم، شاید بریم دنبال اون شخصیتی که اولش گفتم یا هر چیزی، ما نمیتونیم بیایم الان شروع کنیم وقتی که کسی خود اصل داستان رو نمیدونه بریم وارد جزئیات بشیم. پس ما جزئیات رو خورد خورد وارد میکنیم با داستان. نه کن الان مثلا شما یک چیزهایی از این کپسوله میدونی، یه چیزهایی از این حالا کارخونه هم میدونی، ولی از داستانت چیزی نخورده و زده نشده. یعنی اگر هیچ جزئیاتی هم نشنوی میتونی خودت یه شهر حالا مدرن و چیزی که انرژی توش خیلی مهمه رو تصور کنی که خب هی انرژیش میره و هی مردم دارن میدونن کپسولاشون رو پر کنن، کپسولاشون رو بیارن، کپسولایی که پر کردن بیارن، نمیدونم هزار تا کار دیگه. و اینو میشه تصورش کرد. حالا شما یکم رنگ و لعابش فرق میکنه چیزی که تصور میکنی، یکم سالش فرق میکنه چیزی که تصور میکنی، اما بالاخره اینی که این انرژی مهمه توی این دنیا، چون 20 بار تعریف شده راجبش، و اینکه حالا مثلا این کپسوله چنه یه چیزایی میبینیم. پس ما الان فعلا اون جزئیات رو نمیگیم، ما کم بوده کارمونه و میریم یکم داستانه رو قشنگترش میکنیم و بعد وارد گفتن بیشتر جزئیات میشیم. یعنی شما ممکنه مثلا صفحه 200 بفهمید تازه این ساختمونا چه شکلی بودن. خب من میتونستم صفحه اول بیام این ساختمونا رو برای شما تعریف بکنم، اما من تا بیام این ساختمونا رو برای شما تعریف بکنم دیگه اون داستان رو شما متوجه نمیشدی و میگفتی خب اوکی، منی که الان دارم اینو میخونم دارم تصور میکنم، خب برای چند صفحه دارم تصور میکنم و بعد میخوام داستان رو بگیرم. خیلی هم جذاب. این برای خواننده ایه که کتاب 500 2000 صفحه میخواد بخونه، 3000 صفحه میخواد بخونه. چون وقتی شما داری یه دونه فانتزی داستان تعریف میکنی تا همون شهرش بیایی بگی چه شکلی و مردمش چه شکلی هن، خب قربونت برم 100 صفحه طول میکشه. برای همین اگر من میخوام یک داستانی باشه که شما هم فانتزیشو بفهمید هم یواش یواش دیتیلا رو بفهمید، من مجبورم داستان رو از اول روایی و راحت تعریف بکنم که اونقدر دیگه طول نکشه. حالا این وسط جزئیات رو میدیم، خواننده یواش یواش جزئیات رو میگیره، یه چیزایی هم خودش میسازه میره جلو، هم خلاقیتش کار کرده، هم بعدن که جزئیات میاد اونا رو جاسازی میکنه و میگه او من همچین چیزی تو ذهنم بود اما با این تغییر میکنه حالا مثلا تو اون تصویری که تو ذهنم بوده. و به نظرم جالبه. یکم اذیت کننده است که تصویری که مثلا شما تو ذهنت ساختی و بیای حالا جایگزین کنی، اما دقیقا برای همین این داستان‌های ما نیازی نداره که شما بخوای جایگزین کنی، چون یک سری اطلاعات دست خودتون مونده تا یه جایی زیاد مثلا اونقدر وارد اون جزئیاتی نمیشه که مثلا شروع کنه بگه چه میدونم همه مردم همچین لباسی میپوشیدن که همچین رنگی داشته و هیچ کس غیر از این رنگ نمیپوشیده. خب اگر من بخوام همچین کاری بکنم میام همه رو از اول تعریف میکنم، اما میگم باز هم سبک من نیستش که بخوام اونقدر جزئیات کاری نداره آخه جزئیات دادن، اصلا کاری نداره جزئیات دادن. آخه مگه چیزی شما یه دونه سیبو بگی دسته تمرینش هم اصلا اینه، شما یه دونه جسم سیب نمیدونم هر چیزی یه دونه میگی دسته، بعد میشینی نگاش میکنی هر چیزی که داره رو سعی میکنی مینویسی. مثلا یه ریشه داره، ریشش مثلا چند تاش کوتاه‌تر، نمیدونم یه دونه شیارای سفید، یه خطای سفیدی روش داره، یه جاش هم گاز مثلا کرم گاز زده فلان بسه، شروع میکنی همه اینا رو مینویسی. همون جزئیات اون یه سیب رو شما بخوای بنویسی چند صفحه جزئیات سیب است، حالا اصلا غیر شاعرانش حساب کن.
بعد میای مثلا اینو وارد داستانیش میکنی، میخوای تمرین کنی دیگه. مثلا میگی چه میدونم این شاخه قهوه بالاش حالا سمت چپ خیلی مثلا، چون خیلی سمت چپ، اون افتادگی و اون حالا ناراحتی رو تو توش میبینی، میگی بعد یه جایی میگی مثلا حتی شاخه این سیب هم از نمیدونم این غم نمیتوانست کمر صاف کنه مثلا، یا انگار از غم نمیتوان. ببین این انگار رو مثله و اینا رو که میخوای اضافه کنی دیگه، یواش یواش اون اطلاعاتی که داری اینا رو هم اضافه میکنی، چهار تا توش کار در میاد. یا میبینی 4 صفحه داری راجع به سیبه مینویسی، بعد این وسط دیگه خلاقیت خودت میزنه، یه سیب دیگه هم از بالای درخت بهش نگاه میکنه، حالا اون سیب هم 4 تا تعریف میکنی ازش، 4 تا کنتراست میذاری بین این سیب و اون سیب. بابا ولش کن، اصلا کاری نداره. خب من میگم کاری نداره، ولی خب ایمپلمنت کردنش، کار کردنش توی یه داستان فانتزی رو خودم به شخصه نمیتونم انجام بدم، چون من قرار 100,000 تا داستان داشته باشم، نمیتونم بیام هر کدوم 10,000 صفحه بنویسم. خب بازی کودکانه نیست. حالا میخوایم بگیم چرا کارخونه نیست. دیگر هیچ جای این دنیا از کپسول بهره‌ای نمیبرم. پس دیگر تولید منابع و تقاضای دولت‌ها، مثلا میخوایم بگیم این شهر از کپسول خوب درآمد داشته و تقاضای دولت‌ها برای آن به هیچ رسید. دیگر نه مواد اولیه‌ای برای ساخت و نه پولی برای دستمزد باقی نمانده و از آن جایش به بعد معدن طلای ته خیابان، ته جاده های 114 اسمی پرخاطره و افسوس در تاریخ این شهر است. خب ببین الان میتونم راحت اسم بذارم واسه شهر، همینجا میتونم اسم بذارم و این حالا یواش یواش تصویر تکمیل تر شه اینا، ولی میریم جلوتر اصلا ببینیم که این داستان چیه و اینجا شهر رو نشون نمیدیم. شاید یه جایی نشون بدیم که مثلا حالا این دختر داره با یه مادر پیری، با یه عمه پیری صحبت میکنه، با یه پیر تو خیابون، پیرش مهمه و چی بهش میگم، بگو آره بهش میگه آقا این شهر ما اسمش
اینه، برای اون اینه، برای این اونه، اینا. حالا ما میایم یه کاری میکنیم بی اسمم نمونه، یه چیزی میذاریم که بعد اونجا تغییرش میدیم، میگه مثلا اون پیره میگه این نیست، در واقع اینه که بعد به این میرسه که بعد میرسه به اون موجوده. این قشنگ میشه. خب باقی نمونده بود از اونجاش به بعد براتون در تاریخ شهر مثلا اسم اون چیزه رو با برن بذاریم، حالا اسم شهره رو میذاریم مثلا برنا، بعد اون خودش برنا یه چیزی باشه. خب بعد اگر یکم ترسناک‌تر باشه مثلا حالت برنهمن، یه چیزی که توی یه زبون دیگه مثلا خودش که میگه یه حالت اینجوری داشته باشه. خب و تاریخ شهر برناس، برنا است، برنه. اوکی خب میخوام کلاس طولانی نشه، در همین حد بس فعلا. این جلسه اولش تو اینقدر بریم. خب برای اینکه کامل بریم یه بار میایم کامل بریم، برای اینکه دیگه واقعا بریم از حضور شما مرخص بشیم دیگه، میرم به خدا این دفعه اینو بخونم یه بار کامل رفت. آره اون کامل بریم ترکیبی بود که اینو بخونیم کامل و بریم. مردمان شهر در بحبوحه پر کردن کپسول‌ها بودند. هر یک با عجله منظم به سوی می‌دوید. کپسول‌هایی که هر یک سالیان دیده بودند و دیگر آن رنگ گلبهی خاص کارخانه ملویس که کودکی اکثر مردمان این شهر را ساخته بود، به رنگی مانند خاطرات پوست پوسته قهوه‌ای نمای گذشته تبدیل شده بود. شاید با خود بگویید چرا خاطرات کودکی مردمانی از خط کلبه‌ای کپسول‌ها می‌گذرد، اما اگر در دنیایی که انرژی حرف اول را می‌زند خدایان با شما شوخیشان بگیرد و برای سالیانی که دیگر از شمارش گذر کرده انرژی بقای شهرتان گاه و بیگاه برود، گاه برای لحظه‌ای و گاه سالی، در این گونه دنیایی و در این گونه مردمانی و در این گونه دنیایی و در این گونه مردمانی ساختن راهی برای بقا وارد ذات و هسته هستیشان می شود. بلی پدرم و پدران قبل از او همگی در کارخانه ملویس پایین جاده 114 ریش سفید کرده و با امراض معروف گلبهی از پای درآمدند. آری ما حتی این امراض را مقدس شمرده و برای مردگانی که در راه رسیدن ما به انرژی که حق بشر در این دنیاست از دست و از میان رفتند جور دیگری پای می‌کوبیم، جشن مقدس اشکریزان. اما دیگر اثری از کارخانه ملویس نمانده و جز متروکه‌ای برای بازی کودکان نیست. دیگر هیچ جای این دنیا از کپسول بهره نمیبرند، پس دیگر تولید منابع و تقاضای دولت‌ها برای آن به هیچ رسیده. دیگر نه مواد اولیه‌ای برای ساخت و نه پولی برای دستمزد باقی نمانده بود و از آنجایش به بعد معدن طلای انتهای جاده 114 اسمی پرخاطره و افسوس در تاریخ شهر برناست. بعد مثلا الان همینو خوندم هم یه تیکه رو صدای اون باید میومد مثلا میگفت جالب میشد، ولی الان چیز مهربونه و دیگه تو اون سایز و اینا نیست. حالا شاید بعدا بتونیم ازش استفاده کنیم که بره با یکی بجنگه مثلا خودش آدم اصلیه بد نباشه، نمیدونم. فعلا خداحافظ.